سلام ممی عزیزا، تشویق کردم. ما امروز اومدیم یه هایک خیلی قشنگ با ما همراه باشیم. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، اینقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش. انگار هیچ وقت قبلا تو دنیا نبود. کاری واسه آدم عاشق سخت نیست غیر بین ما فوق‌العاده بود، همه چی رک و ساده بود، انگار دنیا به ما این رولو داده بود. بریم تا آخر خط بشیم ما از همه رد، این بار خدا اما ناراحت عشقمون قط و بس میشه بین هر دو فصل. زمستون چتر بست و آفتاب تو سنت رو پس. اتاقم با تو بمونه، معتادم با تو بخونه، دوتا همزاد دیوونه اگه اون تا صبح بمونه. میشیم ما دوباره دوست، میرسیم کجای روز. گفتم نفستم و کردم اون شوشات و بوز. دوستامون حسودن با بوز آروم هنوزم میشی چون فوق‌العاده است برامون دولا ساده است. بین ما فوق‌العاده بود، همه چی رک و ساده بود، انگار دنیا به ما این رولو داده بود. بریم تا آخر خط بشیم ما از همه رد، این بار خدا اما ناراحت بند. Nobody have it, 'cause I know we're gonna fight. That's the way that I know that the love is gone. فکر میکردم عاشق بشم. نه چرا؟ عشق دیگه قصه شد. این روزا مگه کسی عاشق میشه؟ اینجا یه سری اطلاعات نوشته. ادمیرال لیک، همبینز لیک. این زردره که میبینید یه لوپیه، اینجا ما میریم نوشته یور هیر. این قرمزه میکنم میریم دور این زردر رو میزنم دوباره برمیگردیم. خیلی جالبی. بریم چی میشه. یه مسیر صخره نوردی، سنگ نوردی جالبی داره. بعد از بین اینا بریم این مسابقه دوی هم که بود، بنده خدا فکر کن از اینجا میدوان میرن. دیدم همشون زخمی هم. نفر بعدی من کجا؟ مسی یه کمی دیروز بارون اومده، خیلی بادلابی طور شده ولی خب زیباست دیگه، خیلی قشنگه. هوا عالیه، جای رفقا خالی. Every ghost in my past life, hold my hand when I crash, carries me when I wanna break through. We all die, but right now I feel like living. And we all cry, but right now I'm not forgiving. When we collide, I know I can do anything, 'cause I got you, and you got me. Can I hear it? All in all, it's just another brick in the wall. خوابم نمیبره، چرا خستگیام از تنم نمیپره، چرا همش داغونم، چرا این ساعت اصلا نمیگذره، این حباب نمیشکنه، چرا هیچ کسی این هایی که داریم ادامه میدیم اگه سختی حالا خیلی باحاله، به همگی خالی. ببینیم نه حدود 55 متر به سمت بالا اومدیم از سمت جایی که ماشین رو پارک کردیم. 3 کیلومتر بیشتر نمید ولی 1 ساعت و 10 دقیقه طول کشیده. هایی که خیلی قشنگیه. ببینید همش جادهش پیچ پیچه، چرخونه ببینید همش اینطوری بین جنگل و درخت ها اینا میریم، خیلی باحاله. ما رسیدیم به تقریبا بالای مسیر، ببینیم چه ویوی داره. عالی، ممنونم فلو خانم. به به به،
ممنون فلو خانم. قدمی گرفتی اطمینانمو تحمل میکردی توی چتیامنو تو من بود مثل سریالمو نگاه میکردم خوب میکرد خیلی حالمو با هم ولی بودیم دوتا آدم تک که میشدیم توی آلبوم با همه تک ولی فصلا رد شدن و دستا سرد شدن حرفا بد شدن و ظرفا پرد شدن من و تو که بودیم همش هی تو چش دیگه زیادیم واسه هم غیر و چش کاری نمیشه کرد ندیم هی طولش آره حیف بودش ولی دیگه واقعیم باشیم اگه عاشقین باشیم ولی جدا از هم مثل تاپ و جین باشیم سیاوش اگه دیگه سیجل تو نیست نکن پیرن تو خیز چون که رابطه رو دیگه دیدیم اکثر چیزاشو و غذا که تمومه باید از سر میز پاشو اگه بهت گفتم که سندش بوده داستانمون بعد ازش بوده نه نکنی باور نه نکنی باور اگه بهت گفتم که دیگه راهی نیست خونم اون بی تو خالی نیست نه نکنی باور. آره. تا اینجای سفر چطوری بود؟ خیلی عالی بود. خیلی خوشگلیه. پیش تو پیچه. سخته یک کمی ولی شیرینه. شیرینه. کی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل اینجا یه مسیر صخره‌نوردی باید کنیم. خیلی زیباست. بریم ببینیم چطوری میشه. من چه شرایط سخت یادتون فیلم میدیدم. صخره‌نوردی مملو فیلم نداره. خدا خیلی بزرگه هست اینجا. من باش تا که ببینی که چشمای تو چه کرده با من بدرقه کردم تنهاییامو کسی شنیده شاید دعامو کجا من و این روی ماه تو کجا لبای بوسه خواه تو دیجی حمید خارج. من یه قرنو با تو دیدم خوش به حالم تو رو دارم وسط این همه آدم شدی یارم من که تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم آرامش آینده من گریه و خنده من تاج سر قلب منی شمرازنده من حالا که خوشبختی باها واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم آرامش آینده من گریه و خنده من تاج سر قلب منی شمرازنده من حالا که خوشبختی باها واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم یواشکی نگام کرد و قلبم در اومد از جاش منو میگیره برق چشماش بی سر و صدا اومد و راحت عاشقم کرد نفهمیدم از کجا شد پیداش آخه عشقم نداریم رو دست تو جزا رسیدیم دوباره به بام اینجا. انشالله این آخریشه ولی خیلی قشنگه همش. واقعا زیباست. این در واقع آها دلمو به دریا میزنم میگم عاشقش منم عشقی بشه مال خودم ای وای ای وای ای وای
بیاد دوست داشتنت. آخه مگه دلیل میخواد هر جور باشی؟ میدونی دلم باهاته، نزدیکت نیست توی خوبیت کسی، دنیا می تو واسه من خودت بسی، رو دستت نیست به دلم خیلی نشستی. خبری شده میگن تو شهر، میگن اومده یه نفر، هزار تا صدا و یه سر. ای وای ای وای ای وای، خدا کنه یه روز بیای تو قلب من بمونی، نیمه گم شدم این نشون به این نشونی، مثل من هیچ کسی قربون صدقت نمیره. خب ما هلوش 4 ساعت و نیمه داریم هایک میکنیم. خانم حالت خوبه؟ راه سختی بود، خسته شدیم ولی خب خیلی زیبا بود. آره دقیقا، امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. ما بازم همراه باشین. یکی از مسیرهاشه که سرپاینیه، درختان فکر کنم به خاطر طوفان شکستن قطعشون کردن. ببین این طوفان اینو بلند کرده، میدونم بزرگی این ریشش. این مسیر رو باید بریم. سایلو خانم راهنمایی گروه ماشاءالله حرفه‌ای جلو میره که ما رو پیدا کنیم. بالاخره رسیدیم به جاده صاف رسیدیم دیگه. صخره و اینا تموم شد. این دهنشه بود که از بالا می‌دیدیم خیلی زیباست. الان باید مسیر مستقیم دوباره بریم تا برسیم به پارکینگی که بودیم. خیلی لذت بخش بود. امیدوارم که همه شما این هایک قشنگ رو تجربه کنید. تقریبا 45 دقیقه تا هالیفکس هم فاصله داشت. خیلی هم زیبا بود. آره مرسی از فلور خانم که ما را به آرزومون رسوند. بیا که تو موهای سیاد دلمو گم نکنم با کن تو درای قلب تو، آخه حس من به تو خیلی بیشتر. من با تو هستم و با تو این دنیا